خب دوستان، آموزش پریو داخل بازی فور آنر داریم. اولین کاری که میکنید شما وارد ترینینگ آرنا میشید. گزینه دوم سلکت آپشن رو میزنید. اینجا کاراکتر حریف رو انتخاب میکنید. سعی کنید اولین کاراکتری که انتخاب میکنید رایدر باشه، چون حرکاتش یک مقدار کندتره، میتونید ببینید از کدوم طرف میاد و براتون واسه اول بازی، اولین دفعه که میخواید پری کنید خیلی کارآمدتر، بهتر و مفیدتره. خود بازی هم داخل بخشی که آموزش میده بهتون، بخش آموزشیش پریو، کاراکتری که میندازه جلوتون رایدر رو. ما هم گفتیم با رایدر بریم، شما هم با رایدر برید. من خودم با رایدر رفتم، کنتر و راحت‌تر بوده. این بچه هم داره به ما اینوایت میده. خب واسه پری کردن دو تا موضوع هست. یه موضوعه که خیلی مهمه، شما باید یه چیزی داخل ستینگتون تغییر بدید که کمک خیلی بزرگی میکنه داخل پری کردنتون و حتی گارد گرفتنتون، که مثلا 3 نفر میریزن سرتون، 2 نفر سرتون هم میتونید راحت‌تر دفاع کنید و ریونجتون رو بگیرید. اولین کاری که میکنید دکمه استاپ بازی رو میزنید، میرید گزینه آپشن رو میزنید، ادوانس کنترل. اگر که با دسته بازی میکنید اینجا میذاریدش روی گزینه 4 یا 5، چه ایکس باکس چه پی اس خیلی فرقی نداره. این حالا چیه؟ باعث میشه این سریعتر جابجا شه. حالا اگر کمتر بیارید بذارید روی 1 یا 2، باعث میشه با یه بی‌دقتی خیلی بدی تکون بخوره، یعنی با یه تکونی گاردتون جابجا بشه و بی‌دقت میشه. واسه موس هم بذاریدش 4. اگه دی پی آی موستون 800، چجوری دی پی آی موس رو بفهمید؟ برنامه مربوط موستون رو نصب کنید داخل کامپیوتر، برید داخل برنامه بهتون میگه موس دی پی آی موستون چه مقداره. مرحله بعدی، تنظیمات ستینگ بعدی که باید بذارید، این پایین یه ستینگ کویک ستینگی داره، ستینگ خیلی کوچیکیه. اینجا هیل و استامیناتون رو آف کنید، به گزینه دوم دست نزنید، گزینه سوم همه چیز رو آن کنید. این باعث میشه چی؟ بهتون نشون میده زمانی که حریف داره ضربه میزنه رو. اول ببخشید این کاستوم موومنت هم داره اینجا که میتونید شما تنظیم کنید حریف چجوری بهتون اتک بزنه، که اینطوری نباشه که بات از هر طرف خواستی و اتک بزنه شما گیج شید. اینجا کاستوم موومنت رو میزنید، فقط از یه جهت حمله میکنه. این الان گارد گرفتن ساده است. از بالا میزنه گارد میگیریم، از چپ میزنه گارد میگیریم، از راست میزنه گارد میگیریم. این یه گارد گرفتن ساده است. چیزی که ما میخوایم به شما آموزش بدیم پری. یه سری چیزا رو نمیشه گارد گرفت. اونا چی هن؟ این ضربه هست. ملاحظه فرمودید اینا رو نمیشه گارد گرفت. بعضی هستن داج میدن، داج به عقب بعضی وقتا موثره، داج به بغل بعضی وقتا میشه بعضی وقتا نمیشه. یه خودم هم نمیدونم چه شکلیه. بعضی وقتا میبینی داج میخوره، بعضی وقتا میبینی داج نمیخوره. کار مؤثرش پری کردن. این کاری که من رو انجام دادم. حالا پری کردن چجوریه؟ شما اون نوار خط سفید رو میبینید میاد روی نوار، الان میبینید دوباره یه بار دیگه الان میاد اون خط سفیده که اون بعد اونجا قرمز شد. اون خط زمانی که به این نوار میرسه شما به سمتی که داره حریف اتک میزنه گارد میگیرید و دکمه هیویتون رو میزنید، هیوی اتکتون رو. داخل موس کلیک راسته، داخل دست اگر که اشتباه نکنم مربعه، حالا واسه ایکس باکس نمیدونم، همون یه ضربه سنگین دارید یه سبک دیگه، اون سنگینه رو باید بزنید. بخوام خودمونی بهتون بگم نگاه کنید، این میاد شما میزنی پری میشه. یه کولداونی هم داره این کاراکتر حریف که میبینید دست و پاشو گم میکنه. این یه جایزه است واسه شما که یه ضربه بزنید و یه برتری داشته باشید. پری میکنی، ضربه رو میزنی. این پری کردنه. شما اگه اینو که تمرین کنید، این کار خیلی ساده یه هست. وقتی که اون خط رسید اونجا ضربه هیوی بزنید. با این کار تو پری ماهر میشید. امیدوارم که این ویدیو به درتون بخوره.